درود به شما دوستان و تماشابینان ارجمند. اینک محفل نوبتی صحبت مردانه را آغاز میکنیم. شمع محفل امروزه ما شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق. استاد خوش آمدید به این محفل. تشکر. و در آغاز میخواستیم که اول کامی ما را با یک شعر شیرین سازید. خب خیال میکنم بهترین ربایی که مولوی گفته است و در این روزگار ما بسیار به درد جامعه ما میخورد این است که یاران یاران زی هم جدایی نکنید، در سر هوس گریز پایین نکنید، چون جمله یکید دو هوایی نکنید، فرمود خدا که بی‌وفایی نکنید. یعنی وحدت ما را از همون وقت مولانا آرزو کرده است و تا امروز هم این ربایی واقعا به درد ما میخوره. یک خوش خبر شنیدیم که شما از مسکو برگشتید و مکافات بین الخلقی را گرفتید برای مجموعه نوی که به زبان روسی چاپ شده بود. بله، اون مجموعه روسیش مالین ادجده تاجیکیش دعای باران در بسیار روزنامه ها غلط ترجمه کردن. چون که یادشان نیست اون شعر من که یا جا نیایشی باران گفتن، یا جا کیم چی دیگه ترجمه کردن، یا جا رشته باران ترجمه کردن. اصلا دعای باران است که سال 89 در همین دوشنبه چاپ شده بود. اون کتاب ترجمه ولادیمیر سلاوخین بود و این جایزه نیلوفر چند وقت تعطیل کرده بود چون شوروی پاش خورد و اصلا مرکزش در بیروت بود. اگر اون مناسبت ها امروز برقرار بودن من رفته باید جایزه را از بیروت میگرفتم و اکنون که اتحادیه نویسندگان برس اینطور است نامش، اتحاد نویسنده ها یه بین المللی، اونجا همه جمهوری های سابق شوروی وارد نیستن، تاجیکستان وارد است. بنابراین من این جایزه را از مسکو گرفتم و برای همین کتاب دعای باران و راست بگم تشبسکار این مکافات یعنی فاتحه داد اونجا تیمور پولاتوف است، نویسنده خلقی ازبکستان است اما تاجیکی بخارایی است، بسیار مرد جسور و شجاع است، ناترس. در این صحبت مردانه از اینطور مردا باید یاد کنیم. و دیگر شوکت نیازی که برادر فاتح نیازی هستند که مشاور ادبی از جانب تاجیکستان هستند و عموما ادبیات شرق را متصدی هستند. اینا فاتحه دادن و در ماه مارس که من رفتم پیشنهاد شد و محاکمه شد. اول این کتاب محاکمه شد و پیشنهاد شد و من در 20 مای که عجابتش همین که روز تولدم بود، روز تولد من در مسکو گذراندم و با دریافت این جایزه واقعا مکافات دو طرفه بوده و دوستانم که در دوشنبه آمدن خانه من نبودم، گفتن که گریخت از روز تولدش. نه، من از روز تولدم نگریختم چون که علاج نداشتم و همون روز افتتاح آغاز کارهای تونل انزا بود که پرزیدنت منو دعوت کرده اونجا هم رفته نتونستم. یعنی در دو جا نامردی کردم، یک جا مردی کردم در مسکو برای گرفتن مکافات. همینطور شد. و اون مکافاتی که گرفتید اون مثلا از همون مبلغ قناعتمند بودید؟ من درباره مبلغ فکر نکردم. مبلغش چندان مبلغ گفتنی نیست اما در قطار مثلا فیض احمد فیض و فرسون زاده و اینها تیخانوف اینها جایزه گرفتن برای من جای افتخار بود. اما در سابق پیش از پاشخوری شوروی مبلغش خوب بود. حال یعنی که از نو که برقرار کردن هنوز چندان مبلغ گفتنی نیست، جای ستایش نیست. دیگه شرط نمیشه مبلغ اون بگم. من از شما قرضدار نیستم. لیکن شاید که یکم چیزی خریده باشید که از اون خاطره مونده باشد. کامپیوتر خریدم. برای پسرم کامپیوتر خریدم. بسیار خوب. برای یک کامپیوتر رسید
سر به سر خلاص. دیگر یک ضیافت دادیم برای دوستا، تمام آمدیم. و ضمناً گویم که سفارت ما در مسکو، رمضان مرزایف به همین افتخار همین جایزه من تقریبا برای 50 نفر یک ضیافت خوب از جانب تاجیکستان ضیافت کرد و همه دوستای دعوت کردیم. واقعا اینم یک همت مردانه بود از جانب سفیر ما برای 50 کس صحبت در مسکو ضیافت دادن که مثلا جایزه من گفت که البته برای 2 کس نمیرسید اگر رستوران نبریم. که سفارت ما بسیار مردانه‌ای کرد و ناموس و عار تاجیکستان اونجا برداشت و همه دوستان ما، ترجمان ها، اونهایی که در محاکمه اصلاح کردن، نویسنده ها، اون دوستایی که ها باز 10 سال 15 سال ندیده بودم، اونها دعوت کرد. یک پیاله چای به قول خود ما. اما ضیافت بسیار ضیافت عالی جناب بود. سمبوسه گرم، نان تاجیکی، پلوی تاجیکی، تخم ماهی سرخ و سفید و نمیدونم چند نوش که 10 سال باز من نخورده بودم. راست شگم در اینجا نیست این چیزا. واقعا ضیافت عالی جناب کرد. من همه جا از اون افتخار میکنم. البته این از نام تاجیکستان بود. من در همون محفل گفتم که این برای من نیست، برای فرهنگ تاجیکستان است، برای ادبیات تاجیکستان است، برای ملت تاجیک است که شکر خدا هم وضعیت آمده است که مثلا سفیر ما برای یک شاعرش یا برای یک مناسبت همطور اصلا که بسیار ساده است، لیکن در مکافات بین المللی است. بله. اگر همون پولی هم مکافات میرسید من خودم ضیافت میدادم، چون سفیر دید که پولی من به همون مکافات نمیرسد، این مردانگی کرد. من تشکر میگم. و در اینجا اون یارو دوستانی که شوندن که مکافات گرفتید البته تبریک کردن. بله تبریک کردن. خیر روزنامه هم پیشی که تبریک کرده بودن. و ضیافت نگفتن. ضیافت گفتم. من گفتم شما اگر مرد باشید جمع شید به جای من ضیافت کنید. سوال دید من پیشی از شما خواهش میکنم. سواله ساده چند بار عاشق شده، چند زن دارید، چند بچه دارید، معشوقه که در شعراتان تفسیر کردید که هست، این خیلی سوالا ندید. این سوالا بسیار ساده اند، زمانش گذشت مثلا. سوالای جدی و خب حتی چنان سوالایی که من جواب دادن نتونم. آیا در جادی شعر و سخن با مقصد خود رسیدید یا نه؟ نه هیچ وقت. اگر آدمی که شعر جهان خوانده باشد بعد دوست شعره که خودش باید قانع نباشد. استاد توزاده میگفتن که شاعرای بزرگ شعر خوبشون در گور میگن، یعنی آرزوی شعر خوب به گور میبرن. یگان شاعری که از خودش قانع باشد و شاعر نیست. از اون شعری که تا 60-70 سال که عمر میبیند اگر از خودش راضی باشد و شاعر بزرگ نیست یا شاعر خوب هم نیست، بزرگش خیلی بلند رفتیم. اما هر یک شاعر از شعر گفتهش هیچ وقت قانع نیست و آرزو میکند که تا نفس آخرین شعر بهتر از گفتهش گوید. مثلا استاد توزاده آرزو داشتن که از جان شعران از هندوستان زیادتر شعر بهتر گویند، فرض کردیم. در دلشان بردن این آرزو را. و منم اگر معذرت میخوام که من گفتم بنده کمترینم از اون چیزی که گفتم تا هنوز راضی نیستم و بسیار شعرهایی که گفتم از اونا پشیمان هستم. حتی من دفتر شعرام ورق میزنم، کتابای چاپ شده من همش بسیارش خطی بطلان میزنم و در حاشیه‌اش مینویسم فچ به نمک مرده، چون که همون شعر در همون روز گفته شدگی همون روز مردگی. درباره پخته گفتگی، درباره نمیدونم قصیده میلیون یا وقتی که تاجیکستان میلیون تن پخته داد همونطور گفت. این شعر همون روز مردگی، همون روز که میلیون پخته سپردیم و پخته عدس ما رفت، شعر ما هم عدس ما رفت مرد. که استاد خود میشوید در شعر؟ استاد ما اگر استاد واقعی میگوید، استاد واقعی من استاد توزاده هستم و دوم استاد من استاد مومن قناعت است. استاد توزاده میخواندن خوب یا بد میگفتن، اما ریزکارهایی که در شعر هست مثلا یک هجا زیاد، یک هجا کم، عروض خراب، قافیه خراب، این کاره استاد مومن قناعت به من یاد داده.
دست من در شاعری راست کردگی استاد مومن قناعت است. اما استادی واقعا معنوی ما در محیط ادبی سالهای 60 تا وفاتشان استاد ترسزاده بودن و بعد استاد باقر رحمزاده بودن. این نسلی که ما هم نسل من که حاضر 60 ساله انشالله میشه همش مدیونی یا قرضداری خدمت های استاد ترسزاده رحمزاده و مومن قناعت و عبید رجب و طالس و اینها هستن. این یک گروهی بودن که حتی به ناحیه ها میرفتن که یگان استعداد پیدا کنیم. استاد رحمزاده ناحیه به ناحیه میرفتن که یگان بچه شوق ذوق شاعری داشتگی خودشون هم بودن که یک شراره داشته باشد بس شراره و دیگه شب ما خود ما دست راست میکنیم و در جاده ادبیات وارد میکنیم. اینطور میگفتن. امروز این کارها مرد است. این کارها نیست دیگه. امروز برای از خود جوانها یا داوطلبان شاعری خودشان پول میآورند کتاب چاپ میکنن و بعدش میبینم که حتی در داخل کتاب شعرشان صورت زنشان هم هست، صورت فرزندشان هم هست، عکس، یعنی که یادگار. البته یادگار چیز خوب است اما شعر نیست. اون وقت در محیط ادبی ما کتاب یکم محاکمه میشد، کتاب دوم، کتاب سوم، رمانهای اولوزاده، اکرامی، نمیدونم همه محاکمه میشد. صحبت های سخت هم میکردن، حتی یک شوخی هم میکردن که یک وقت یک نمایشنامه جلال اکرامی محاکمه میکنن. جلال اکرامی شوخی از واقعیت دارد ندارد نمیدونم. استاد جلال اکرامی خانشان میگن که زربک آش تیار کن به خانمشان. بعد که محاکمه میشد و نمایشنامه نمیگذارد، برای نمایش پیشنهاد نمیشد، تلفن میکنن میگن که خانم بریج نانداز، اینا صدقه آش هم میگن. همین خیلی صحبت ها هم خیلی سخت میرفت. درباره آشخوری گپ نبود. محاکمه حقیقتا مردانه بود و خالصانه. درباره استاد ترسنزاده یادآور شدیم، میگن که اون کس شما رو به اعضای اتفاق نویسنده ها توصیه کردن. از روی شعر به مادرم بود. اون وقت قاعده بود که اگر یک نویسنده، یک شاعر جوان باید حداقل 2 کتاب چاپ کرده باشه. من یوان کتاب چاپ نکرده بودم. وقتی که شعری به مادرم خواندن استاد ترسزاده، بعد گفتن که چرا ما همه قالب‌های نشکنیم؟ همین یک شعر بس است که مثلا با عضویت بپذیریم. بنشین برای چشم من لایق نمیآید دیگر. اینا بسیارها هر خیلی شرح میتن. همین اینجا بازار صابر لایق به معنی سزاوار استفاده کرده، به معنی نام من نیست. نه، در بین مردم دیگر برای چشم من سزاوار دیگر بغیر از من کسی دیگر نیست. اینش هم است. یک نکته دیگر است که شاید به یگان خانم گفته باشد که دیگر لایق با تو کار ندارد یا پیش من. اینطور هم ممکن گفته باشد. و شما در حق اون کس هم شعر گفته اید. شعر گفتم. اونم درباره من شعر گفته بود. من هم درباره اون شعر گفتم. یعنی اخوانیه میگن در اصطلاحات شاعری. اخوانیه یعنی شعرهایی که برادرانه است. اونم گفته بود و منم در یک محفل شعر بازار از قره بالا تا همین اتحاد نویسنده ها آمدم باید که محفل من افتتاح میکردم. البته یک دستاویزی در کار، یک غزل در راه به راه گفتم. آخرش همین بود که ما و تو در شاعری جان میدهیم، عاقبت در کنج دیوار سخن. زبان، سخن جان ملت ما است. همین زبان بود، همین سخن بود که ما را در طول نمیدونم 5000 سال زنده نگاه داشت. دیگه همه چیز باید دیدیم در شعر بازار از زبان وطن. فقط زبان ماند. کشورهای سوریه، مصر، یا قسمی افریقا همش عربی زبان شدن. فقط تاجیکای ماورالنهر و ایران یعنی کلا مردم فارس زبان زبانش نگاه داشتن و خصوصا خدمت سامانه در همینجا است که اول قرآن به فارسی ترجمه کردن. بلعمی وزیر بزرگ اسماعیل سامانی قرآن به فارسی ترجمه کردن و فارسی نماز خواندن. و قتیبه ابن مسلم در مسجد جامع و بخارا
نماینده گذاشت و گفت که به هر کدام بخاره 2 درم میته یا 3 درم که به عربی خوره. بخاره 2 درم میگرفتن و میدرامدن با فارسی نماز میخوندن. این هم مردانگی است. ما توسط مطبوعات دوری آگاه هستیم که یک مقاله از طرف دانشمند ایرانی علیرضا قزوه به چاپ رسید و نهایت یک جنبش کلانی را در ساحه نقد و ادبیات شناسی ما به وجود آورد و امروز اکثر من هواداران ادبیات بر این عقیده‌اند که جواب سزاوار به نقد علیرضا قزوه از جانب دانشمندان تاجیک هنوز گفته نشده است. بله. و چند مقاله که من هم خواندم اونها مرا قانع نکردند. شما در مورد نقد علیرضا قزوه چی میگویید؟ من اون کتاب خواندم، خورشیدهای گم شده. درست می؟ بله. خورشیدهای گم شده بود نامش. سرسخانش هم در اون کتاب هست. این روزنامه ادبیات سند سرسخانی اون کتاب که چاپ کرد. ما حتی با اسکر حکیم رئیس اتحاد نویسندگان یک مصلحت کردیم یک وقت که همین کتاب محاکمه شود در اتحادیه نویسندگان و ما جمع الجمع افکار ما بگوییم. من از نظر که میگه بعد از شعرهای تاجیک وزنش خراب راضی هستم، قافیه خراب راضی هستم، اما از نظر شناختن محیطی همه شعرها پیدا شدن. محیطی که مثلا فرزاده شعر گفتن، رحیم زاده شعر گفتن، بن شکر شعر گفت و حتی جاش میگه که برای همون تخم آفتاب پرست پیچاندن هم شعر اینها به کار نمیرد. این بسیار تحقیر است. تحقیر با عنوان شعر تاجیک است. در خصوص زبان میگه که زبان یعنی بی پیرایه است، اینطور میگه. زبان تاجیکی را یا شعر تاجیکی را در محیط خودش باید آموخت. یا میگه که شعر تاجیک شعر آهنگ‌های مذهبی نداره. چرا این بار به ما تحمیل میکنه، یعنی بار میکنه. محیط زندگی ما که 70 سال محیط کمونیستی بود، واقعا وقتی که استاد روزاده میگن که هر نفس، هر قطره خون، هر تار موی هم کمونیست، همطور بود. استاد همین خیلی احساس میکردن خودشون. همینطور بود. یا مرشکر یا باقر امزاده یا لاهوتی. کلمه شهادت رنجبری لاهوتی یادتان باشد. به جای کلمه شهادتی قرآن، کلمه شهادت رنجبری. بابا محیط همطور بود. بنابراین شعر ما در همین محیط باید شناخت. اگر در محیط نمایوشی شو ملک شعرا بهار و عشقی و عارف قزوینی و ایرج میرزا اینا بسنجید، واقعا تفرقه زیاد داره. بنابراین ما همین خیلی حال مصلحت داریم که بدون رنجش اون کتاب محاکمه شد و واقعا شعرهایی که قزوه انتخاب کرده است بسیار شعرهای خراب هم هستند از شعر تاجیک. یعنی شعرهای خوب یک طرف مونده است و شعرهای خراب بسیار ضعیف انتخاب شدن. شاعر نباید به قانونیت‌های زمانی تابعیت داشته باشد و در صورتی که او تابعیت را میپذیرد همون وقت همون مقابلیت کرده نمیتوند و شعری که در همه دوران معاصریت دارد گفته هم نمیتواند. و ما اگر مثلا دیدی ما فقط در دایره یک محیط محدود اگر باشد به ادبیات، پس آینده ما چی میشود؟ سوال بسیار خوب. واقعا شاعر در یک زمان محدود نباید باشد و در یک قالب زمان یا قانونهای زمان محدود نباید باشد. اما شما میدونید که اگر در قانونهای زمان اطاعت نکنید نیست میکنند. همین ملک شعرا بهار در زندان در ستایش محمد رضا شاه پهلوی شعر گفت، حالا که خود محمد رضا شاه حبس کرده بود. بعد که از زندان آزاد شد گفتن که چرا تو درویی کردی؟ گفت که برای زنده مانم کارهای دیگه ما دوام تیم. میفهمید؟ کارهای دیگه ما دوام تیم. فردوسی
در ستایش محمود از یک بیت دارد. خب مثل اولش از یادم رفت، به گهواره محمود گوید نخوست. چو کودک لب از شیر مادر بشوست، به گهواره محمود گوید نخوست. این فردوسی میگه در شاهنامه. یعنی محمود ستایش میکند به خاطر آنکه شاهنامه بپذیرد. بعد که نمیپذیرد میگوید که چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. باید آزاد باشد شاعر، نویسنده، هنرمند باید آزاد باشد. این آزاد بوده نمیتوند. حتما یگان کاری کند که یگان کاری کردنش در کار که عقیده هاشه یا شعراشه یا رمانشه بگوید. وگرنه البته اثر بزرگ آفریده میشد و بیچاره مردک نان میخواهد، نان برای فرزندش نان میخواهد. غم اینو اگر باشد نشم است. مثلا 30 سال برای فردوسی محمد منصور نان و آب داد برای خانوادهش. 30 سال بکوشم نیازم نیارم به کس گفت. بعد شد خود محمد منصور کشتن. در آخر عمرش فردوسی خوار و زار شد. میدونید. بنابراین بعضا با زمان سازش کردن لازم میشد. البته به خاطر اون که اثر بزرگتونه هم چاپ کنید، هم در زندگیتون همونو ببینید به چشم خود. بعد مردن بهترین میدونید خوشبختی هنرمند چی است؟ خصوصا شاعر نویسنده. هم کتابش یک بار هم بوی از نشریات که چاپ میشه هم بو کرده. بهترین خوشبختی همین است. یک کتابی نوی شما فریاد بی فریاد است چاپ شده است و این از نسبت دیگر کتاب‌های شما خیلی فرق میکند. زیرا که شعرها اون اثرهای در اینجا جا گرفتن که از درد همش انشا شدن. و امروز وقتی که همچون خواننده هم کتاب خودتون رو به دست میگیرید، بیشتر کدوم دردها باز شما رو به تشویش میآورد؟ این کتاب بسیار به سختی چاپ شد. به اون معنی که من در تمام طول این بدبختی ها در همین دوشنبه بودم و همه این بدبختی ها رو دیدم. و من اونجا سالاش هم ثبت شده است. هر یک شعر که در کدام حالت این شعرها رو کدام و سال گفته است. شاید از این زیادتر شعرهای دیگر حال چاپ نکردم. مردانه میگم که ترسیدم. چون که اون شعرها اگه چاپ کنم ممکن من پیش شما روبرو نمیشدم. اون شعرهایی که بیرون از این کتاب اگر اونها چاپ کنم عجب نبود که من پیش شما روبرو صحبت نمیکردم. برای کمتر احتیاط کردیم. شعرهای با انشالله وضعیت خوب شد، یک 2 سال دیگه با خوبتر میشد، مردم میفهمند، مردم به افاقه آمدند، به خلاصه آمدند که دیگر اون طرف ورطه است، ورطه هلاکت ملت است. این شعرهای همین حاصل رنج های از سال 90 اینسون. و بعضی جا بسیار حتی تندم رفته است اینجا. مثلا این سگدلان که خدمت ایام میکنند از نام خلق را اعدام میکنند، همین باید بس است. سالهای 80 وقتی که کتاب‌های شما چاپ میشد آنها رو در رف کتاب‌ها نمیافتیم، در رف کتاب‌های مغازه‌های کتاب فروشی. زیرا که از درد دل خلق، از درد دل جوانان بیشتر شعرها بودن و با مردم تاثیر میکردن و زود به فروش میرفتن. ولی امروز قیمت کتاب کمتر کاسته است که مردم قدر رو نمیارن. مغازه های کتاب هم قریب نیست. حیات زندگی ما چه صحنی خنده‌باب شد. مغازه کتاب بود، مغازه شراب شد. بله. هم مغازه کتاب، مغازه شراب شدن. بله. همین کتاب واقعا اگر از نرخ اصلی که در نشریات صرف میشد، کاغذ نمیدونم و غیره واکزا، خیلی ارزان است. لیکن مردم پول ندارن. این یک.
مردم پول ندارن. یک دومش این که مردم از معرفت دور شدن. من یادم است در همین مغازه وطن من می آمدم برای دستنویس دادن، مردم نوبت می ایستادن بله. کتاب من بخرم من امضا کنم. حاضر فرض کنیم خودم برم در کوچه هم کتابم برارم، فرض کنیم اون کوچه با مغازه کوچه میشینم، اولش من همینقدر مسخره میکنن این خلق ما که لایق کتاب فروش کرد. این یک دومش به ته یک تا تو امضا کن پول نمید. این دو دومش که ممکن هیچ کس هم نبیاره. یگان ادبیات شناس شما رو به طور تنقید کرده است که شما این تنقید رو در حق خود ناحقانه میشمارید. همه تنقیدهایی که بودم درست بودن، اما خصوصا در سالهای جوانی ما وقت بیشتر از جهتی غایت تنقید میکردم. مثلا یک شعر درباره اگر زادگاه حتی گوید این محل پرستی کرد، مثلا وطن بزرگ ما سر، درست وطن بزرگ ما سر بود، لیکن آخه من خونی نفهم دارم فلان دیه ریخیانه درباره اونم گفتم ممکن اینکه حافظ شیراز این ستایش کرد از چی و محل پرست بود بس کردیم، یا گلرخسار یخش گفت محل پرست بود. او بابا جایی که خون ناف ریخت حتما زیادتر از دیگر جا محبوبیت دارد برای انسان. یا درباره مادر خودت شعر گویی. از این جهت تنقید میکنن که این وطن محدود و اینترنشنالیسم نیست و غیره و کذا. یا نظر قافیه و وزن هم تنقید میکنن، درست بود. ما حاضرم میگم حالا هم ما در وزن عروض در علم بلاغت تمام شاعرای توانای ما غلط میکنن. خصوصا وقتی که شعر ما از کریلی برمیگردونید با فارسی، مثلا در آغاز کلمه های اونجا عین نوشته نمیشه، همچنین در زبان در کریلی. بله. مثلا در کریلی آن مصری من بسیار نغز است، در چشم من عکس قاتلم خواهد ماند. او میگن که اگر گاو و گوسفند کسی که میکشد در عکس کشنده در چشمش میماند. میگن من خیلی گپ است، نمیدونم از نظر فیزیکی درست است یا نه. من هم گفته که اگر من اون کس کشد در چشمش عکس من خواهد ماند، در چشم عکس قاتلم. فارسی برگردید در چشم من عکس عین قطعی می‌نویسید، عین زیاد است. خراب، وضع خراب. بنابراین کریلی ما از این جهت غلط دارد، اما فارسی از این جهت از نظر عروض خوب است. بنابراین هر یک کسی که میخواد شاعر باشد، ادیب باشد، حتما باید خطی نیاکان خوب بداند. شما خود را شخصی عاقل می‌حسابید یا نه؟ من نه. نه. من کاملا خودم عاقل حساب نمی‌کنم. چرا؟ تو بابا یا اون کس کامل نیست. نه کامل نه، اون من. در این دنیا اون کس کامل نیست. منم کامل نیستم. این بوده نه. کم عقل دارم کم. لیکن کاملا عاقل نیستم. گر مای نخوری لایق کی لایق دورانی. یک سال بعد 60 میدارم تا 45 سالگم کم کم شراب میزدم و تا سحر تا ساعت 3-4 شب کار میکردم. به خاطر مستی نمیخوردم. من اگر من شب و روز مست باشم این کمی نیست. هرگاه که شما عشق میگن در نظر مثال به فکر شما این مناسبتی بین زن و مرد در نظر دارید یا که یگان چیز دیگر؟ اولا دلبستگی انسان به انسان است، گفتم که لیکن در بین انسان ها شما مشاهده میکنید همین من در زندگی که یک تیش مثلا یک خیل مرد عموما به زن توجه نداره، میدونید نه؟ یک خیل زن عموما به مرد توجه نداره، میدونید نه؟ یعنی عشق ندارد وای با یک به پول عشق داره، یا دیگه به مال، یا دیگه نمیدونم کارفر هست. میبینید که آدمه بله. لیکن اینا همش اما دو چیز است. همین عشق حقیقی انسان به انسان من در نظر دارم در شعرهام. عشق شما امروز به چی است؟ عشق من زمینه است، عشق من به خانم ها است. بیاد یک شعر عشقی خونید منم. بیاد. عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود،
اون همه بی دولتی ها خوب دولت بوده است. بس که از پای روان ماندیم حسرت میخوریم، از پس خوبان دویدن هم غنیمت بوده است. در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خیشتن را گم نکردن نیز صنعت بوده است. آدمی بعد از زوال عمر میفهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است، بهترین گنجی که گم کرد و محبت بوده است. مثال اگر به شما پیشنهاد کنند که از بین سه چیز یکی رو انتخاب کن، یا شعر، یا بانوی خوب، یا می خوش، کدومی رو میگید؟ بانوه. چون که بانوه که یافتم هم میم میبرم هم شعرم میبرم. استاد امروز شما خود را آدم کمونیست می‌سازید؟ نه نه؟ انسان در زندگی نه یک بار و دو بار محیط خود را عوض می‌کند و اگر به هر یک نوآوری حیات انسان تغییر یابد، پس او رطوبت سیماب است نه انسان. شما با این فکر خب راضی هستید یا ما نه؟ فهمیدم. یعنی شما گفتنه که در هر حالت من تغییر میخورم. بله. من فهمیدم، همین درست گویی نمیشه. من نه گفتم که من اعتقاد داشتم 20 سال کمونیست بودم. اعتقاد داشتم. همون روزی که حزب کمونیست پاش خورد، اون قدر دلم ماند که این قدر حزب بقوت در یک بین 2-3 ماه به هیچ مبارزه تسلیم شد، از بین رفت. دلم ماند اگر تمام حزب کمونیست مبارزه میکرد، منم قطعی مبارزه میکردم برای با نگاه داشتن حزب کمونیست. و من در عرضه من خیلی نیستم. من گفتم این حزبی که خودش دفاع کرد نمیدونم، من از بین رفتم. شاعرانی درباره اینکه فروخی عنصری اسدی با فردوسی یک بدیخوانی میکنن و در این آخری وای استاد فردوسی غالب میگوید مانند سنان گیو در جنگ پشن، چون آرز تو ماه نباشد روشن، مانند رخت گل نبود در گلشن، مژگانت همه گذر کند از جوشن، مانند سنان گیو در جنگ پشن. و امروز بعد از امروز بعد از 1000 سال شاعر پیدا شد که در بدیهی فردوسی چیزی گفته باشد. یک استاد قطبی از روبروی من می آمد، بسیار بالیده طبع بود، گفت که لایق ترانه دارد. من گفتم قطبی چرا ندارد؟ همین حالت باشد ممکن پیدا شد. همین حالت شاعرایی که در محفلایی که ما بشینیم میشد نمیتون بیت‌های عجیب پیدا بشد، شوخی البته، لیکن همون محفل اونجا و محفل سخت بود، مسابقه سنجیدنی طبع بود، طبع شاعری. استاد بود کم چقدر در بزم اسماعیل سامانی بیت‌های هم تو بداهتاً گفته بود. کارم خیلی محیط ساختن در کار که همین بعد شاعرات میتونن یا نمیتونن بعد مهم میشن. نظر شما به نظیره چه است؟ مثلا نظیره یک شکل شعری است، جای دارد در ادبیات. وقتی که با شعر شما نظیره نوشتن شما چه قبول کردید؟ نظیرهایی که نوشتن به من خوشم نآمد. مثلا جان بیگ نوشت، با چند کس مخمس نوشت، یا مانند نوشتن. شما که رئیس بنیادی زبانی فارسی تاجیکی هستید، بله، چی در توی دارید؟ این زبان واقعا میراث سامانیان است. میراث بزرگترین سامانیان برای ملت ما همین زبان است که ما همچون تاجیک میشناسیم. و همه ما با جشن 1100 سالگی دولت سامانیان تئوری میبینیم. شما چه اندیشه دارید در این گذراندن این جشن؟ انشاءالله این جشن، گفتم که این جشن واقعا جشن تاریخی است که شخصا با تشبث و ابتکار پرزیدنت صورت گرفته است. هیچ کس همین غایت پیش از پرزیدنت داده نتوانست. خود پرزیدنت اما غرور ملی و افتخار ملی توجه آورد که این مرد درباره سامانی‌ها اندیشه کرد. چون بعضی سبب‌های دیگر هم هست. هر ملت یک افتخاری باید داشته باشه. غیر از افتخار پوچ که بسیاری من شما داریم،
مثلا چقدر ما افتخار داریم میگه ما 1000 سال نظم بزرگ داریم اما یگان تو یک بیت نمیدونیم. باز من شما یک میخزانم میپرسن در اون تو یک غزل حافظ پره خواندن نمیتونید. همین غروری بلند بود که پرزیدنت جشن سامانه کرد، اندیشه کرد در آسیای مرکزی اگر ما قدیم ترین باشیم چی داریم؟ قدیم ما چی است؟ زبان است، کتاب است، دولت داره است. با جشن سامانه ما هم زبان ما جشن میگیریم، هم اهل کتاب بودن ما، هم دولت داره قدیمی ما، هم ملت قدیم بودن ما جشن میگیریم. و این هیکل اسماعیل سامانی هیکل اسماعیل سامانی نیست. این هیکلی فرهنگ بزرگ خلق تاجیک است که در چهره سامانی ifade میشه، تجسم میشه. غرور شما چی است؟ غرور من که تاجیک هستم، بدم نیکم تاجیک هستم. شکر خدا. تشکر به شما برای این صحبت صمیمی. صحبت مردانه است، من مردانه گپ زدم.